افتاده. واقعیتش توی آتش سوزی منزل یه طرف صورتم سوخت. چطوری؟ امروز در خدمت علی هست. علی جان بفرمایید. چند سالتونه شما؟ من 35 سالم و سارا هم 29 سالشه، درسته؟ بله. چه اتفاقی افتاده؟ واقعیتش توی آتش سوزی منزل یه طرف صورتم سوخت. چطوری؟ اومدم سارا رو نجاتش بدم، ولی یه اتفاقی افتاد که اصلا خودم نفهمیدم. گیج شدم اون لحظه، خوردم زمین و چیزی که افتاده بود زمین رو فقط یادمه که همش احساس میکردم صورتم داره میسوزه. که بعد از سوزش زیادش بیهوش شدم و به خودم اومدم دیدم توی بیمارستان. و تونستی جون سارا رو نجات بدی؟ آره، سالم موند؟ بله. بعدش که برگشتم دوباره این اتفاق افتاد بود. یعنی الان میخوای بگی که سارا سرد شده و شاید به خاطر صورتت و اینا اومدی تستش بکنی؟ دقیقاً همچین حسی قلبم گرفت. خودم تمام تلاشم میکنم بهت ثابت کنم، چون میدونم چقدر عشقت پاکه به خاطر صورتت سوخته، ولی خودم تمام تلاشم میکنم که تستش بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اصلا نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. وای، با ما همراه باشید. سلام. بفرمایید. خوبی شما؟ ممنون. مرسی. شما چه خانم با کمالاتی. ممنون. خب عذرخواهی میکنم، من سریع میرم سر اصل مطلب. به شدت سرم شلوغه و اومدم که صحبتامون رو بکنیم و پیشنهادمو بهتون بدم. ببینید، من یه شرکت داروسازی سمت برامین تازه سهامشو خریداری کردم و توی دفترم یه شخصی رو میخواستم که کنارم باشه، امینم باشه و کارهای حالا حسابرسی و کارهایی که حالا نیاز دارم شخصی باشه که بهش اعتماد داشته باشم و برای من انجام بده. در ازای این کار هم من به شدت حواسونو دارم، یعنی خیالتون از بابت همه چی راحت باشه. الان شما جای فعالیت میکنید؟ نه، بیکارم. دنبال یه کار خوب میگم که با درآمد خیلی عالی. بله، من میدونستم اینجوری هستش و به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم. درآمدش عالی نیستش، حقیقتش درآمدش خیلی عالیه. طبق وزارت کاریه؟ نه، خیلی عالیه. یعنی خفن بود. اصلا یه چیزی که واقعا باورتون نمیشه، نسبت به کاری که میکنید حقوق خیلی خاص و متفاوتی بعد میگیرید. محیط شرکتتون کجا فعالیت میکنید که من منظورتون؟ نه، کجای تهرانه؟ کجای تهرانه؟ اولش گفتم بهتون برامین. حواسم چرا حواستون نبود؟ الان نکنه محو چشمای من شدید؟ نه، خیلی آخه اینجوری میشم. نه بابا، چه محو چشمی. اصلا فکرم دیدم درگیر مشکلات خانوادگی و اینا تو ذهنم افتاده بود. حواسم به حرف زدن شما نبود. دیدید اگه دقت کنید، دیدید چقدر سریع من اومدم بهتون اعتماد کردم و بدون اینکه زیاد ازتون پرسش کنم میخوام شما رو توی شرکتم مشغول به کار کنم. تعجب کردم چرا بهم اطمینان کردی. چون من به شدت آدم ریسک پذیری هستم و این ریسک رو دوست دارم. تو خیلی از جاها توی زندگیم ریسک کردم و نتیجه‌ش هم دیدم. همین الانش هم یه شرکت داروسازی دارم و کلی هم قراره به درجات بالاتر هم برسم. نون این ریسک
کردنم رو من دارم میکنم. آره توی کتابا خوندم میگن که مدیریت ریسک داشته باشید و به جای مدیریت ریسک. من تو روابط عاطفی من مدیریت ریسک دارم، یعنی همین الان میخوام سر شما ریسکشم بکنم. چه فکر کردی راجع من؟ که راجع به خودم فکر کردم، راجع به شما هیچ فکری نکردم. من میخوام یه چیزی بهتون بگم. دیدید بعضیا رویا پردازی میکنن یه بیفته. چندین ساله که من دارم شما رو رویا پردازی میکنم، نه شما رو ها، شخصی با چهره شما، تون صدای شما، چشمای شما، ویژگی شما، قد و هیکل شما. اخلاقتون رو نمیدونم ولی میخوام سرتون ریسک بکنم و به دلم نشستید. تو همین چند ثانیه، همونجور که تو چند ثانیه من تونستم شما رو به عنوان اون یک شخص امینی توی دفتر کارم قبول کنم، میتونم شما رو شخصی به عنوان شخص شریک زندگیم هم قبول کنم. در این حد من ریسک پذیرم. اگه یک کسی تو زندگیم باشه چی؟ خب مقایسه کنید. شما یکیتون تو زندگیتونه، منم میام توی زندگیتون، شرایط رو با هم دیگه مقایسه کنید. من کسی هم که میتونم میلیاردی واسهتون خرج بکنم، تو خودم میبینم این کارو بکنم. من متوجه شدم پول دارم و نمیخوام شما رو با پول بخرم، نه، هیچ وقت این حسو نکنید. من بهتون آرامش میدم، همینجوری میتونم ساپورتتون بکنم و اون چیزی که تو مخیلاتتون نمیگنجه رو من براتون اجرا میکنم، چون خوشم اومده ازتون. اصلا کاری ندارم که شرایط مالیتون چجوریه، چجور دختری هستید، گذشتتون چجوری بوده نبوده. الان اسمتون چیه؟ سارا. الان سارا کسی که من میخوام سرش ریسک کنم و اونو بخش از شریک زندگیم بذارم. خب از گذشتم صحبت کنم. من یه عذاب وجدان تو وجودم گرفته. توی خونمون آتش سوزی شد، نام زدم که من با هم عقدم نکردیم که به خاطر من صورتش منو نجات داد، صورت نصفش سوخته. من هیچ پولی ندارم. وقتی میبینم خیلی ناراحت میشم، قصه‌ام میگیره، عذاب وجدان وجودم میگیره. مثلا صورتش به خاطر من سوخته، زیباییشو از دست داده. هیچ هزینه‌ای هم ندارم بهش پرداخت کنم. واسه چی باید هزینه بهش پرداخت کنید؟ که صورتشو به حالت عادی عمل زیبایی؟ آره. شما یعنی اگه یه شرط داره، خب که بهم یه مقداری پوله، یعنی 400 میلیونی که عمل جراحی سیتی پلاستیک جراحی کنه توی خارج از کشور، خب که من با شما بمونم. حالم بد شد. من ناراحت شدم. یعنی میخواید من این کار رو بکنم، خرجم کنید، اونو درستش بکنید، بعد بالاتون میمونم. هیچ وقت بهش هم فکر نمی‌کنم. دوستان کلیپو تا اینجا دیدید. از نظر شما آیا این خانم خیانت کردن یا خیر؟ ببینید ما قبلا هم در مورد این کلیپ ما بحث و گفتگو داشتیم، ولی خیلی هم معتقد بودن که آره خیانت کرد، به هر حال خانم خیانت کرد. ولی ببین از نظر من، از نظر شخص من، این خانم خیانت نکرده، از خودگذشتگی داره میکنه، به خاطر اینکه صورت دوست پسرشون برگردونه، چون عذاب وجدان بهش دست نمیده. ببین از اولش هم گفت من عذاب وجدان دارم و میخوام این کار رو واسش انجام بدم به هر قیمتی که شده. حالا اون صورتشون میخواد جراحی کنه، اون زیبایی واسهشون برگردونه به قیمت اینکه خودشون میخواد تو آتیش بندازه. حالا نظر من اینه، شما هم نظرتون در قسمت کامنت ها واسمون بنویسین که نظر شما چیه، آیا خیانت کردن یا خیر، یا این که به نظر من موافق هستین یا خیر. البته دوست پسرش اینو قبول نمیکنه، میگه نه این خیانت کرده و اینا. حالا بریم ادامه کلیپو ببینیم. علی من نمیدونم چی میگه، من حالم بده، من حالم خیلی بده. سلام.
چه خبر اینجا؟ تو چرا؟ برای چی خانم گفتی من تستش کنم؟ برای چی سارا؟ خواستم که حالم از تو به هم میخوره علی، میدونی چی چرا میگم؟ از من من حالم از خودم از خودت به هم میخوره که منو چرا چه از من موقعیتی تست قرار گرفت؟ دادی. چرا من از من امتحان گرفت؟ برای چی باید این کارو بکنی؟ به خاطر خودت میخواستم که صورتت به چه بالاتر. قیمتی؟ میدونی داری چه حق نداره چیزی بهش بگی. این خودشو داشت زندانی میکرد، یه جور نمیدونم اسمش تنفروشی زندانیه چیه، هر چی هست داشت این کارو میکرد که تو رو به خاطر اینکه زیبایی تو حالت عادی برگرد. به چه قیمت؟ به قیمت پول؟ خب تو آخه عذاب وجدان داشتی، آخه چی بگم، خودت تو آینه میدیدی. خب من به خاطر تو از خودم گذاشتم، چه ربطی داره؟ تو باید همچین کاری رو بکنی؟ خب من خواستم که پول رو جور کنم که تو بری عمل زیبایی کنی، بری خارج از کشور عمل کنی. گند زدی سارا، گند زدی. چی گند زده این وسط؟ من میتونم بگم با وفادارترین خیانت همین بوده. من نمیدونم روی عمدن نمیخواستم خیانت کنم.